پیامبر خود به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایمان دارد، بلکه همه مؤمنان به خدا و فرشتگان خدا و کتابها و پیامبرانش ایمان آوردند. ما میان هیچ کدام از پیامبران خدا فرق نمیگذاریم و آنها گفتند شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا ما آمرزش تو را خواست داریم، زیرا سرنوشت و سرانجام ما به تو ختم می شود. خداوند هیچ کس را مکلف نمی کند مگر به قدر طاقتش. دستاوردهای نیک هر کس از آن خود اوست و دستاوردهای پلیدش به زیان اوست. پروردگارا اگر غفلت کردیم و خطاکار بودیم ما را مؤاخذه مکن و آنگونه که بر پیشینیان ما تکلیف سخت و سنگین تعیین کردی تکلیف طاقت فرسا بر دوش ما منه. پروردگارا ما را به آنچه طاقتش را نداریم مکلف مکن و ما را ببخش و بیامرز و از ما درگذر که تو مولای مایی. پس بر گروه ناسپاسان کفر پیشه پیروزمان گردان.